درود دوستان، محاربه داروبشو نابوتوف بر ضد میچل فیگلاکی لهستانی. محاربه در لیگ فایت نیشن چمپیونشیپ در اروپا شده بود، در شهر بلگراد. و من نمیدونم در یوتیوب در روسیه یا که در تاجیکستان این رو نشان میدین یا نه، متاسفانه من این رو نمیدونم. به هر حال داروبشو نابوتوف با قرار یک دیلانه داوران شکست خورد از میچل فیگلاک. راوند اول داروبشو خوب جنگ کرد، 3 راوند خوب جنگ کرد، ولی از مابین راوند دوم شده تا راوند سوم خسته شده بود. معلوم بود که خسته شده بود و حریفش همیشه پیش میرفت، میجنگید. داروبشو نابوتوف باشد عقیب میرفت، ضربه میزد، ضربه زیاد میزد، ولی حریفش برتری داشت. معلوم بود که حریفش ضربه های زیادتر میزد و به هر حال داروبشو نابوتوف او رو هم زیاد زد، همه سر روی حریفش رو خونین کرد، ولی این از دیدار داوران این کافی نبود و غلبه رو بر حریفش دادند. دوستان، این یک شانس خوب بود برای داروبشو نابوتوف که به پیش رود و در آینده در امریکا شرطنامه بندد و متاسفانه او شکست خورد و این شکست داروبشو رو باز بر یک 3 ماه 6 ماه به عقب میپرتاید، چون که مثلا محاربه آینده شاید که نمیدونم آخری تابستان باشد یا که تیر ماه باشد و این وقت رو میطلبد. برای همین غلبه برای داروبشو نابوتوف خیلی مهم بود و متاسفانه او شکست خورد از میچل فیگلاکی لهستانی. دوستان، شما فکرتان رو در این بابت نویسید. باید که به فکر من باید که داروبشو نابوتوف همون نفس کشیش رو خوب میکرد، با قول روسا دخالکش خوب میکرد، کاردیوش خوب میکرد که خسته نشود و شاید این نمیدونم چرا اینو به نظر نگرفت. و هم وقتی که گوشتین میگرفتن، وقتی که داروبشو نابوتوف از خستگی میخواست که همون با قول روسا پرخود وناگی کند و حریفش رو به زمین غلطاند و قوتش نمیرسید چون که خسته شده بود و حریفش خیلی پرقوت بود و چند بار داروبشو نابوتوف رو به زمین غلطاند و در آنجا ضربه میزد. برای همین نمیدونم دوستان، ما با داروبشو نابوتوف موفقیتی آرزومندیم و در آینده انشالله که او جوان است و دست بالا می شود در محاربه های آیندهش. و دوستان، فکرتان رو نویسید. شما چی فکر دارید درباره شکست خوردن داروبشو نابوتوف از حریفش؟ او آمادگیش رو در اروپا میکرد. فکر میکنم اگر در قفقاز میکرد یا که تاجیکستان میکرد شاید که بهتر میشد و 1 ماه پیش از محاربه به اروپا می اومد میجنگید، این خوب میشد. با فکر من نمیدونم دوستان، فکرتان رو در کامنت ها نویسید. در کجا خوب میشد که داروبشو نابوتوف برای همین محاربهش آمادگی میدید؟ در کدام مملکت؟ در همین اروپا یا که در روسیه یا که در قفقاز یا که در تاجیکستان؟ و ما در آینده امیدواریم که داروبشو نابوتوف همیشه دست بالا می شود، چون که او جوان است و این یک درس بود برای داروبشو نابوتوف. او خیلی میخواهد که به UFC رود و ما دعا میکنیم که او به این نیتش برسد. دوستان، فکرتان رو در بابت شکست خوردن داروبشو نابوتوف نویسید در کامنت ها. دعا کنید که او در محاربه آینده دست بالا شود. در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید. خدا یار و یاورتان باد تا امید دیدار.